پسر آبوخانه تبدیل بکن بیا جلو پسر آبوخانه تبدیل بکن بیا جلو پسر آبوخانه نشان بده که ضربت مرا آب بیاوری بیا جلو برگردید داخل قطر برگردید برگردید کجا فرار میکنید ترسا بمانید فرار نکنید بمانید برگردید جنازه را بیاورید برگردید مصیبت ها آره وای بر خیبریان باز فرار کردن. خبرهای ابو اسحاق همه یکسانند. ترسیدن، فرار کردن، کشته شدن. بزرگان، جناب حارس، جناب حارس افتاد. افتاد. جناب حارس افتاد. چه گفت؟ واویلا. واویلا وا مصیبت. گفتی افتاد ابو اسحاق؟ سخت دردناک. ضارب که بود؟ علی. علی؟ پسر ابو طالب. بله. چه زخم عمیقی است جناب مرحوم.
زخمه ولی ضربت است. بگو لباس رزم من بیاورند. نمیخواهم. مرحب امید خیبریان است، جنگاوری که جز پیروزی با او نبوده و پشت پهلوانان بسیاری را به خاک برده. ذخیره خیبریان مرحب است. من مرحب را جنگاوری بزرگ می‌دانم. امید این دارم سخن صادقانه من بشنود و بی دلیل خون همکیشان خود تباه نکند. برادران من، آیندگان به راه ما می‌آیند. ایمانتان را به خدا از دست ندهید. ما پیروز خواهیم شد. الله اکبر. مسلمین در نگاه من اسرائیل قوم بنی اسرائیلند. اینان آمده اند تا دست ما از دست موسی و هارون بیرون کشند. چشم یهود امروز به من و شماست. به گونه‌ای بجنگید که گویا می‌خواهید بنیان اینان از همه هستی بیرون بیاورید. من نسل این جماعت از زمین میروبم. من نسل این جماعت از زمین میروبم. خون حارس بر زمین است. ما قوم برتریم. ما قوم برتریم. ما بندگان برگزیده‌ایم. ما قوم برتریم. کجا ما با عرب جاهل یکی هستیم. ما ریشه اینان بیرون میکشیم.